اگر خدا خواهد همین حرکت هم نکنی، خدا خواهد اگر ایکون سوزن شطور میگذارد. تقدیرگرایی یا قضا و قدر در اسلام اندازه دارد و این اندازه از کجا تا کجا است؟ برگ درخت به امر حق نمی جنبد، هرچی در تقدیر باشد همه را خواهی دید و مثالهای دیگر و دیگر. این همه وسیله پنهان کردن ضعیفی و ناتوانی و بی‌هنری و کمتلاشی انسان است. مشکل در مردم تاجیک است یا در تفسیر و شرحهای ناجای برخی ملاهاست؟ این است موضوع امروز گپی آزاد و مهمانان ما شیرزاد عبدالله‌زاده، محقق شعبه مسائل فلسفه دینی اکادمی علم‌های تاجیکستان و روحانی مقیم آلمان اسلام الدین سیدوف هستند. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. عرض سلام به شما و همه شنوندگانتون. تشکر. سوال ابتدایی را از این شروع میکنیم که تقدیرگرایی یا قضا و قدر در اسلام اندازه دارد و این اندازه از کجا تا کجا است؟ محترم عبدالله‌زاده، تحقیقات و کاوش های شما در این رشته چی را نشان میدهند؟ چی میگویم؟ مرحمت. عرض کنم که مسئله تقدیر، قسمت، قضا و قدر، سرنوشت، این تنها خاص اسلام نیست. از دینهای ابراهیمی، فقط اگر همین دینهای ابراهیمی گیریم، در دین یهودیه هم هست، در دین نصرانی هم هست و بحث های زیادی در این دو دین شده است، ولی در اسلام نیز این یکی از بحث های اساسی کلامی و الهیاتی از آغاز اسلام است. و آغاز آن را از بحث هایی که بین جریان جبریه و قدریه آغاز شده بود میدانند و جبری ها طرفدار آن بودند که تمام عملی که انسان انجام میدهد یا میل به انجام دادن دارد از جبری است. خداوند و توسط خداوند انجام میگیرد. و قدری ها برخلاف این میگفتن که انسان باید آزادی داشته باشد و اختیار داشته باشد. نظری قدری های را معتزله ادامه میدهد. نظری معتزله ها هم طرفدار قدریه بودن، میگفتن که اگر انسان اراده ندارد، اختیار ندارد، مجبور محض است، پس عدل الهی چی میشد؟ به ارزش میشد. خدا برای کاری که انسان به خواست خود، به اختیار خود که انجام دادش، جزا و ثواب دادنش از نقطه نظری عدل نیست. و نظری معتزله و را باز رویه دیگری که در اسلام با وجود آمد، رویه اشعریه، با زیر انتقاد گرفت و یک نوع تحریر و اصلاح کرد. اشعری نظرش این بود که خداوند برای انسان یک تقدیر نیست، چندین تقدیر معین کرده است و انسان میتواند کسب کند و از این تقدیر به تقدیر دیگر گذرد، از این سرنوشت به سرنوشت بهتر کوشش کند. و خلاصه این نظری اشعری را نظری کسب، یک نظری مابینی معتدل در رویه سنت قبول کرد. بله، تشکر. یعنی که از صحبت شما چنین به نظر می رسد که نظرها مختلف هستند. اسلام دین نظری شما چی است؟ یعنی که از کجا تا کجا اندازه دارد این همه در این باره؟ با سلام و تشکر بر شما و مهمان گرامیتون. بله، اگر ما در مورد این موضوعی که الان داریم صحبت میکنیم وارد بحث‌های کلامی شویم و برگردیم به اصل‌هایی که در این مورد مباحثه ها اطراف این موضوع جریان داشت، کمی موضوع شاید پیچیده‌تر شود برای ما. بنابراین ما بهتر می شود که در رابطه با این موضوع از همه پیش برویم سراغ قرآن و سراغ سرچشمه اساسی دین اسلام که در این مورد چی نظر داره، در این مورد چی پیامی برای
جامعه جهانی و مسلمانان دارد. اگرچه استاد یک اشاره های در رابطه با این اختلافات در بین مذاهب کلامی کردند که در رابطه با تقدیر چی باورهای داشتند، ولی چون موضوع ما اینجا تقدیرگرایی هست، قبل از همه ما باید فرق قائل شویم بین ایمان به تقدیر و بین تقدیرگرایی یا به قول همان دلیل گرفتن از تقدیر در عمل نکردن یا که عمل کردنمون در عمل کردهایمون در دنیا از تقدیر دلیل گرفتن. یعنی این دو موضوع باید از هم جدا شود و در علاحدگی در رابطه به این دو موضوع صحبت شود. تشکر. اسلام دین، می شود مشخصتر بگوید که انسان تا کجا باید به حق تکیه کند و آیا این تکیه اندازه دارد؟ همونطوری که پیشتر گفتیم مشخص خواهش میکنم. بله، برای همین من خواستم که این دو موضوع از هم جدا باشد، چون که اگر ما یک باره روی هر دو موضوع صحبت کنیم واقعا ما به جای نمیرسیم. به همین خاطر من تلاش دارم که روی یک موضوع باید تمرکز کنیم، چون ایمان به تقدیر در قرآن با صراحت بیان شده است، به طرز روشن و ساده بیان شده است و یکی از رکنهای اسلام هست و دیگر این یکی از اساسهای دین هست. اما تقدیرگرایی، اما اینکه تقدیر را بهانه قرار دادن در امور دینی، این مسئله دیگر هست و در این مورد ما موظف هستیم که با شرع عمل کنیم. یعنی که شریعت برای ما چی میگه، دستورات شریعت برای ما چی است، که در کجا شریعت مثلا عمل کرد یا عمل نکرد این دیگر برمیگردد به شریعت. یعنی بحثی ایمان به تقدیر یک چیز هست و بحثی عمل کردن یا که عمل کردن یک چیزی دیگر هست. در قرآن کریم هر جا که ایمان ذکر می شود، هر جا که ایمان به خدا یا که به صفاتهای خدا ذکر می شود، بعد اون دیگر عمل کردن ذکر می شود که این الذین آمنوا و عملوا الصالحات. یعنی شما باید در زندگی پیروی قوانین این دنیا باشید و پیروی دستور و فرموده های شریعت باشید. یعنی تقدیر ایمان به تقدیر این برمیگردد متعلق به صفات های خداوند است، این متعلق به خداوند است، این به عمل کردی ما هیچ ربطی ندارد. تشکر. چرا جامعه تاجیک بیشتر به تقدیر و سرنوشت مطیع شده است؟ مثلا پدر فرزندش را نصیحت میکند که زیاد تلاش نکن، هر چی در تقدیرت باشد همه رو میبینی. جناب ابلازاده، نظر شما چه است؟ عرض کنم که محترم مهمان شما درست فرمودن که باید که به سرچشمه های اسلام، قرآن و احادیث پیغمبر تکیه کرد. من دوامی آغاز صحبتم به این مسئله گذشتنی بودم. واقعا در قرآن مسئله قدر، قضا، خب جبر آمده است و در قرآن مثلا قدر 83 بار با متشابهات آن آمده است، قضا 132 بار، یعنی در 132 آیت 131 آیت آمده است و اون اختلاف هایی که گفتم ما نمیتونیم از اونها صرف نظر کنیم. اون اختلاف های هم در اساس همین فرموده های قرآن آمده. یا در یک جا از آیات قرآن چنین ضرورت برمی آید که انسان چی ندارد، اختیار ندارد. ما رمیت تو نپراندی بلکه خدا پرام سلام میگوید. و چنین آیات ها که همه امر را به خدا نسبت میدهد در قرآن هستند و در جای دیگر گفته شده است که ما تقدیر هیچ قومی را تغییر نمیدهیم مگر اینکه خودشان تقدیر دهند. یا که در سوره الحدید آیت 22
ما اصاب من مصیبت فی الارض و ما فی انفسکم، این سر میشد. این آیت به همون قضای قدر الهی بودنش دعوت میکنه، اعمال انسان. ولی مثلا آیت دیگر که میگه که این هدینا سبیل و اما کفور و اما اگر خدا نکنیم شکر. یعنی ما راه را نشان دادیم و میتواند شکران نعمت کند، میتواند کفران کند، یعنی از آن با آن راه نرود. برای همین این سبب پیدایش دو رویه شد. ضدیت اساسی که در بین امه وجود دارد، یک نظری معینی کلامی یا که فقهی مشخص نبودن در قرآن است. من چنان که عرض کردم نظریه مابینی از همه نظریه بود است که سنی ها قبول دارند، نظریه کسب، یعنی انسان اختیار دارد که این یا آن سرنوشت را انتخاب کند. محمد اقبال میگوید که گر تو را خون شد ز یک تقدیر جگر، کن طلب از حق حکم تقدیری دیگر. گر تو تقدیری نو خواهی رواست، چون که تقدیرات حق لا انتهاست. تقدیرات پروردگار برای هر انسان نهایت ندارد میگه. و تو میتوانی اگر این روش به تو معقول نشه، روش دیگر. گپ در سر این است که اگر ما تقدیر و قسمت را شگریم و صفر و جبری گیریم، اون وقت منطقاً تمام تعلیمات اسلام، تمام تعلیمات دیگر دین‌های هم صفر میشه. یعنی برای چی پیغمبر فرستادی، برای چی کتاب فرستادی اگر که من همه کاری که میکنم چی باشد؟ با خواست و امر فرمایش خدا باشد. ولی از اسلام دین میخواستم پرسم که چرا جامعه تاجیک بیشتر به تقدیر و سرنوشت یعنی مطیع شده است؟ بله تشکر. در این رابطه باید ما بیشتر روی چند عامل باید نگاه کنیم. اگرچه من گفتم که در قرآن با صراحت با روشنی بیان شده است و خداوندم اون نفرانی که از تقدیر دلیل می جستند، دلیل می آوردن برای عملکرد خودشون، خداوند اونها را در قرآن آشکارا مذمت میکند. مثلا مشرکین وقتی دعوا میکردن که اگر خداوند نمیخواست ما به این راه نمی رفتیم، یا که اگر خداوند نمیخواست ما غیر خدا را عبادت نمی کردیم، خداوند آنها را مذمت میکند و آشکارا در قرآن این چیز هست. اما چرا با این وجود مسلمانان متاسفانه نه در امروز و نه تنها جامعه تاجیکی بلکه در گذشته در طول تاریخ این مشکلی در جامعه های مسلمانی دیده می شود؟ اسلام دین خواهش میکنم درباره امروز صحبت کنیم. گذشته خب معلوم است ولی ما باید درباره امروز صحبت کنیم. اینو میخواستم مرحمت شد. بله چون گذشته نیست که مثلا دیگر رفته باشد، اون تاثیر واقعه های گذشته تا امروز در جامعه های ما دیده می شود. این برخواسته از همان اکثر واقعه هایی که امروز در جامعه ما دیده می شود متاسفانه ریشه در گذشته دارد. همین که مثلا این افکار و این اندیشه در جامعه با وجود می آید که انسان دیگر مجبور هست، انسان دیگر نباید در مقابل واقعه ها کار انجام بدهد، واقعا ریشه در گذشته دارد. این دیگر عامل های سیاسی، عامل های اجتماعی دارد. از جمله در خود عصر اموی ها اگر نگاه کنیم این مسئله تقدیرگرایی از اونجا شروع می شود، وقتی که در نتیجه مبارزه های بردوام در مقابل این خاندان و به خاطر برگردانیدن خلافت شرعی این همه مبارزه ها ناکام می شوند، دیگر این افکار با وجود می آید، این اندیشه با وجود می آید که دیگر این تقدیر هست و نباید در مقابل این ایستاد و مبارزه بلکه باید با تقدیر تن داد. و خودی حاکمان و راهبران دور و زمان هم نقش مؤثر در این مورد دارند و اینچنین روحانیان و علمای درباری هم در این زمینه نقش دارند. امروز هم در جامعه تاجیکستان وقت جامعه
در یک حالت ضعف قرار میگیرد، در حالت ضعف قرار میگیرد. به تعبیر محمد اقبال هم یعنی نفران از تقدیر و عذر بهانه میآورند که اونها ضعیف هستند. یعنی وقتی جامعه ضعیف می شود دیگر این مشکلات به وجود میاد. یعنی از ضعف جامعه و ناتوانی جامعه یکی از علتها و سبب‌های هست که دیگر اون مردم و اون جامعه دلیل را تقدیر را عذر میدانند، تقدیر را بهانه میارن برای عمل نکردنشون. و این چونین حاکمان و رهبران وقتی که جامعه را در این حالت قرار میدهند، در این وضعیت قرار میدهند و از جانبی دیگر نفران هم پیدا میشوند که برای مردم تلقین میکنند که این تقدیر و این نصیب شما هست و این نفر هم انتخاب شده از جانب خداوند است و باید شما بچون و چرا از او اطاعت کنید. این در گذشته هم بود و امروز هم وجود دارد. یعنی اینجاست که دیگر مردم از ناامیدی، از ناتوانی و از عجز خود دیگر یگانه راه که اونها خود را تسلی بدهند و یا اینکه مسئولیت خود را که از دوش خود خالی کنند، دیگر بهانه‌شان تقدیر است، بهانه‌شان دیگر این است که این در ازل بوده است و این دیگر ما باید به این واقعیت تن بدیم. محترم عبدالزاده، شما به حرفای اسلام دین راضی هستید که یعنی مسائل سیاسی اجتماعی بیشتر مردم رو وادار کرده است که به تقدیر تن دهند، به امید خدا باشند، یعنی از عمل و حرکت کناره‌گیری کنند؟ به این حرفا راضی هستید؟ اسلام جان درست فرمودند که من تازه چی کردم که اون کس طرفداری آزادی عملی انسان هستند بودن. خب و ما اینجا علتی که علت اجتماعی سیاسی و مذهبی که گفتن تا اندازه جا دارد، ولی ما امروز باید فکر کنیم که از این حالت، از این وضعیت مردم را چگونه بیرون آوریم. تمام این عامل ها بودنش ممکن، عامل تاریخ، تاثیر روحانیت. اصلا من چون عقیده دارم که دین ها را در تاریخ گذشته و امروز روحانیت آن از اصل خودش دور کردن. مثلا دین نصرانی در عصرهای میانه 1000 سال 1400 سال بر ضد علم و فرهنگ مبارزه بود و حتی دیوان تفتیش عقاید اینکویزیت شده بود و تا اینکه این همش درس روحانیان بود. در ما هم روحانیت خرافاتی، ملاهای خرافات زده که از نقطه نظری یک تعصب و تقلید و این مسئله نزدیک میشن کم نیستن. برای همینم من در دایره علم چون این مسئله گذاشتیم که و این تنها در دایره علم نیست، از عصر 19 تا امروز بسیار متفکران روشنفکران اسلامی هم در این جاده کوشش کردن. باید روش روشنفکری و انگلیسی اینتלקچوالیتی یا روش روشنفکری را پیش گیریم. اصلاح شعور دینی باید پیش گرفت و به مردم فهماند که به کوشش و غیرت و علم و عمل و اون فرموده های خدا هم عملی نمی شود. اون در تفسیر قرآن یک چی است، مفسرها از روی مقتضای زمانشان، شرایط زمانشان تفسیر کردن قرآن را و برای همین هم فهماندن لازم است که به اون تفسیرها، به اون تقلیدهای پیش گذاشتن کردن از قرآن سرگرم نشده، کورانه پیروی نکرده، عقل خودش را به کار برد. بله، از صحبت شما من چنین خلاصه کردم که یعنی تفسیرهای ناجای برخی ملاها کار به اینجا کشانیده است. اسلام دین، شما به این حرف محترم عبدالزاده چی نظر دارید؟ عیناً به همین نکته. بله، منم تا جای موافقم، ولی نه تنها این چیز هست چگونه که قبلا گفتم، بله بعضی تفسیرهایی که از جانب بعضی روحانیان مطرح می شود در گذشته و در حاضر این همه توانده که از عامل ها باشد.
ولی باید اقرار کرد و اعتراف کرد که متاسفانه در جامعه های ما، خصوصا در جامعه تاجیکستان، تا حال بین یک دانشمند دینی، یک عالم یا اینکه یک متفکر دینی و بین واعظ یا که یک داعی و یک خطیب تا حال فرق نمیگذارند. یعنی در چهره یک واعظ و یک خطیب یک دانشمند دینی یا یک متفکر، یک عالم را میبینند و فضا هم طرز ساخته شده است که متاسفانه دانشمندان دینی و علمای دینی امکانیت ندارند که در رابطه با این مسائل تحقیق کنند، در رابطه با این مسائل کار کنند و برای از نگاه منطقی، از نگاه علم، از نگاه عقل برای مردم این مسائل را پیشنهاد کنند و راه درست را در رابطه با مفهوم‌های اسلامی بیان کنند. یعنی واقعا اینه که از مشکلی هست. باید روی این تمرکز کرد برای اینکه ما می‌خواهیم یعنی مفهوم‌های درست از دین برای مردم پیشنهاد شود. این فضا را باید برای دانشمندان دینی آماده کرد که اونها هم بتوانند در مراکز علمی، مرکزهای علمی که در کشور هست، اونها هم جا داشته باشند و در رابطه با این مسائل کار کنند. اما وقتی که یک دانشمند دینی بیچاره هیچ امکانات ندارد و جای پای هم در مرکزهای علمی ندارد، ما چگونه از اون گیله کنیم که اون مثلا نمیتواند یک راهنمایی درست برای مسلمانان انجام ببینید ببینید در مرکزهای دینی که شما اشاره میکنید و اون حلقه های دینی که شما اشاره میکنید، خب همین حرفا بودن، همین تقدیرگرایی بازم تشویق میشد، دامن زده میشد. به این چه میگوید شما؟ بله، این طبیعت بشری هست، این خواه نخواه با وجود می آید، ولی در نتیجه تجدید، در نتیجه افکار نو، در نتیجه اندیشه های نو، این مسیر جای خود را پیدا می کند. در یک نوشته ذکر شده است که در چنین جامعه انسان با پرداختن به سرنوشت از مسئولیت فردی و اجتماعی می گریزد و از زحمت تصمیم گیری رها می شود. از این رو بی‌طرفی و بی‌حرکتی به جامعه حاکم می شود. محترم عبدالزاده، شما به این نکته چی می گویید؟ واقعا پناه بردن به تقدیر این علت هم دارد، این عامل هم دارد، لیکن ما اینجا بحث کرده ایستادیم، شما پیش سوالتان همین بود که چیکار کنیم که همین از جامعه رفع کنیم تا اندازه پیش راه همین گونه فهمیش را گیریم. برای من عرض کردم که ما باید که به اصلاح شعور دینی رو مردم را از اسلام واقعی خبردار کنیم و برای این من به فکر مهمان محترمتان 100% راضی شده نمیدونم درباره کدام منطقه گپ میزنم. در کشور ما حاضر امکانیت چنین اصلاح کردن شعور دینی، فهماندن اصلی دین خیلی زیاد است. ما مدرسه اسلامی چه مدرسه بود پیش حاضر دانشکده اسلامی داریم، مکتب‌های اسلامی داریم و از طریق واسطه‌های اخبار عموم مسائل مبرم اسلام و روز عالم اسلام بررسی می‌شوند و مشکل آن است که حالا در این مدت کوتاه ما متخصص‌های و شخصیت‌هایی که دارای تفکری نو دینی باشند، دارای تفکر اصلاح شده دینی باشند، روشنفکر باشند، حالا کم داریم. برای همینم اولین کاری که باید کنیم باید که در تحکیم شعور دینی یا سالم نگاه داشتن شعور دینی ملت کوشش کنیم و این کار هم شده ایستاده است و امروز مثلا ما از طرف دولت یک اصلاح مراسم های دینی، تنظیم مراسم های دینی را با یک موافقت براه ماندیم و گذرانده ایستادیم و نتیجه خوب هم داده است. همین گونه اصلاح شعور دینی باید که در سطح وسیع‌تر شود و این کار هم شده ایستاده است. پیش در
مکتب های میانه دین درس داده نمیشد. حاضر تاریخ دین در مکتب های میانه درس داده میشن. مؤلف همین کتاب صنف نو من سرمؤلفش من هستم و در دانشکده ها دینشناسی جاری شده است که از دین و در دایره این از اسلام و اسلام واقعی، اسلام محمدی صحبت کردن و به جوانان فهمیدن امکانیت ها زیاد است. ببینید شما در رابطه به این مسئله این جمله‌ای که به زبان آورید، اما یک کاربر رادیو آزادی میگوید که حکومت تاجیکستان آنچنان مسائل دینی را در کشور تحت کنترل گرفته است که حتی هنگام امر معروف ها به آنها متن پیشکی داده می شود که همین متن رو باید به مردم بخوانند به اون جمع در نماز جمعه ها. به این مسئله چی میگوید؟ حتی در عربستان سعودی که مرکز امروزی اسلام و کعبه اسلام، کعبه مسلمانان در آنجا است، واعظ یا که خطیب مسجد به متنی که از طرف نهاد لازمه تایید شده باشد سخن نمیگوید. ما اول استقلالیت در کوچه ها میدیدیم که هر کسی که دلش خواست دیسک ها نوشته، هر چیزی میتوانست پهن میکرد. امروزه خوشبختانه این چیزا پیش راهش گرفته. جامعه بی نظارت نمیشه، دین هم بی نظارت نمیشه. نظارتی کوشش هم زیادی که پیشوای ملت کرده ایستادن این است که اسلام اصلی را به ملت معرفی کنند و با اسلام اصلی، اسلامی که به منفعت امت اسلام است همکاری کنند. ما امروز در عالم اسلام این اسلامی های زیادی میدانیم که با نام اسلام را در عالم اسلام بدنام کردن و اسلام هراسی در دنیا راه افتاده است. تا از اسلام هراسی بیرون آوردن راه بجز آن که اسلام را درست معرفی کنی راه دیگری نیست. جناب اسلام الدین میپرسم که به همین حرفی که شما پاسخ دادید به این سال چی نظر دارند؟ شما راضی هستید؟ نظر من یک مقدار در این مورد دیگر هست که چون استاد گفتن که دولت این را به دوش بگیرد، اما از نگاه من هر مسائل دینی که اون فرق نمیکند اون دولت در کدام شکل است، وقتی دولت به دوش میگیرد این مشکلات بیشتر میشود نه اینکه کمتر. بهتر آن است که یعنی اون مؤسسه ها این که از مدرسه دانشگاه اسلامی مثال آوردن، یعنی علت این که موفق نیست در این کارها این هست که تابع دولت هست. ما اگر میخوایم واقعا افکار جامعه تغییر بیابد، افکار نو در جامعه بیاید، باید مراکز دینی، مراکز علمی باید مستقل باشند، نه اینکه تابع دولت باشند. چون وقتی تابع دولت باشد نمیتواند اون حقیقت های علمی که دست مییابد اونها رو مطرح کند. باید اون مجبور است که اون چیزها رو بگوید که دولت اون رو میگوید. شما نادرست تعبیر نکنید گفتن مرا. مؤسسه های دینی، اتحادیه های دینی در تاجیکستان آزاد هستند. دولت فقط شرایط مهیا کرده است. دولت در تاجیکستان آزادی وجدان حکمران است. دولت دنیوی به امور دینی باید دخالت نداره. ولی من در دانشگاه اسلامی درس خواندم و میدونم که مثلا فضای اون چگونه هست. بنابراین وقتی که تابع هست، هر مؤسسه‌ای که وقتی تابع هست اون دیگر نمیتواند افکار نو و اون واقعیت های علمی را برای مردم پیشنهاد کند. اون مجبور است که از اون نهادی که تابع اون هست پیروی کند. این چنین خطیب ها هم، علما هم، دانشمندان هم اسلام دین نمیدونم شما کی خواندید، شما استاد در اونجا تحصیل کردید، چیکار کردید؟ منم 3 سال پیش در دانشکده اسلامی درس میگفتم. هیچ یک چشار تاثیر از سوی دولت یا که نهادهای دولتی ما نداشتیم. فقط همین راهی که پیشنهاد شده است اسلام واقعی را معرفی کردن است. گپ در سر آن است که همون دانشکده اسلامی امروز متخصصایی که همین قابلیت تفسیر و تعبیر قرآن و حدیث ها را داشته باشند کم هستند و کمبودی ما در ظرف این 30 سال اگر استقلالیت را گیریم دوره
آرامی 10 سالم نیست که ما چه زندگانی کردیم، 10-15 سالم نیست که وایتر ایستادیم. برای همینم وقت میخواهد و با کن گفتن در دهان شیرین نمیشه. یک کارشناس مسائل دینی میگوید تا دوره احیا یعنی رنسانس در اروپا مسئله باور به تقدیر و یا فتالیسم وجود داشت، اما آنها این باورهایشان رو کنار گذاشتن و رفتن پی انسان محوری، تکیه به نیرو و قدرت عقلانی انسان کردند. ببینید که به درجه های فناوری های علم و تکنیک نائل شدند. برای چه همین اقدام در اروپا تا اندازه موافقت پیدا کرد، در ما موافقت پیدا نکرد. بله. من یک مقاله از اینترنت خواندم برای چی مارتین لوتر موفق شد، برای چی جمال الدین افغانی و محمد عبدالرحمن کواکبی اینا که تا امروز آخرش محمد اقبال است موفق نشدن برای اصلاح شوری. گپ در سر آن است که نصرانی ها مسئله سیاسی را یک طرف ماندن. وقتی که حرکت اصلاح شروع شد و کلیسا را از مداخله به امور سیاسی کنار گذاشت، مارتین لوتر دیگر مسئله به سیاست برگرداندن نیست، لیکن مشکلی عالم اسلام است که همین مسئله اصلاح که گذاشت مسئله به سیاست برگرداندن مد اول میداد. حالا آنکه در اسلام از اول همون روزی که پیغمبر اسلام وفات کردن، اگر 4 خلیفه راشدین را دوره حاکمیتشان به نظر نگیریم، شکل حاکمیت شکل حاکمیت دنیوی بود. محترم عبدالزاده، دانشمندان زیاد اسلامی میگن چی در گذشته و یا حالا هر جامعه فتالیستی یا تقدیرگرا آینده خوب ندارد، پیشرفت نمی کند و عقب مانده خواهد ماند. مولا اسلام دین، شما در رابطه با این چی میگوید؟ بله، این دیگر معلوم هست. دیگر این مثلا اینکه تقدیر را بهانه دادن و از عمل عقب نشینی کردن، مسئولیت رو به دوش نگرفتن، این دیگر معلوم هست که آینده خوب ندارد. باید انسان در نتیجه عمل و کاوش و بحث و تحقیق و دریافتن مثلا قانونهای زندگی خود را بسازد. خواهش میکنم یک نکته را به اعتبار گیرید که وقتمون اندک محدود است و به سوالا خیلی مختصر و مشخص پاسخ میدادید بهتر بود. و حالا توجه شما را به یک صحبت سریراهی همکارانم دعوت میکنم که به سوال تقدیرگرایی در جامعه تاجیکستان مراجعت کردن. آن را میبینیم، با صحبتمون رو ادامه میدیم. خواهش میکنم. اگر خدا خواهد همین حرکت هم نکنی، خدا خواهد اگر ایکونی سوزن شطور میگذارد، خدا گوی کنی یکم جا به امید کرده زندگی کنی، حرکتت هم که نباشد امید کنی، دعا کنی، بسیار اونا پروردگار یک دیگر طرف میرساند. آدمایی هست که حرکت نمیکنن، زتا سوره میخونن، نمازشون وقتش بخوندن، دل سفید، خدا از تحت دل الله میپرسد. ای الله که پرسیدی، هیچ وقت پروردگار هیچ کی ناامید نمیکند، هیچ وقت. خواهش خداوند کتی همه کار میشد. کجان او از حسابی کم عقلی شونه یا که از حسابی کم فکری شونه، ای را هیچ که نمیدونه. راستی گفت این مسئله ده هیچی گفته نمیشه برای یک بعضی ها. لیکن انشاءالله فکری من که مهنت کردی، مهنتی حلال، انشاءالله که روزی بیه میبینی. نمیدونم، کار کردن در کار ولی ممکن تنبله کار کردن در کار نکنی نمیشه، نجمی نمیشه. من فکر میکنم که مهنت کردن در کار، مهنت تاش راحت، مهنت نکنی چی. او آدمی که خیلی میگه او به فکر به اندیشه میشینه، مثال در یک جا میگه که خدا چی رزق داده، اما نه که خدا گفته که ای تو حرکت ایما برکت باید امیر روز جمعه یا چی کار کنی یا چی درآمد یابی. نه کار کنم خب بچه‌ام همین خلا همین بخشنده ما گپ نمیدونم که خدا نوزت خوره خمینات حلال که توری بگرد فریو نکه فریو کی برکت چی دویه. خدا میگه که شما حرکتی من برکت میتونم وقتی که خوش دید مطرح تو تری. تشکر. محترم عبدالزاده، نظر شما در رابطه با حرفای این ساکنای دوشنبه چی است؟ مرحبا. خیلی کوتاه خواهش. نظر من همین است که آن چیزی که مردم گفتم بغیر از خانم اول
دیگرش به اون دلالت میکنه که مردم ما به کار و عمل و کوشش نه که به تقدیر و قسمت باوری دارد و یعنی حرکت کردن از تو حرکت از من برکت دانشجو گفت این واقعا اصلی تصوری مردم ما است. مردم ما بیشتر تقدیرگرا جلوه دادن به فکرم خوب نیست. مردم ما هیچ نباشد این 70 سال گذشته خیلی چیز را درک کردن فهمیدن و اون روحیه تعصب و تقلیدگرایشان کمتر است نظر به دیگر. تشکر. اینترویو شما گرفتید همین نشان میدهد که مردم میگوید تشکر. با امید خدا نشوه بوته محکم دار. بله تشکر. اسلام الدین شما چی میگوید؟ مرحمت خیلی کوتاه خواهش میکنم. بله این صحبتایی که در شنیدیم همین به همین شکل از رسول خدا صلی الله علیه و سلم در این رابطه سوال شده است. وقتی که رسول خدا در موردی استفاده از دارو برای طبابت و اسباب میگوید، بعضی ها این سوال را مطرح میکنند که تقدیر چی میشود؟ رسول خدا در جواب میگویند که این هم از تقدیر هست. یعنی همین استفاده از ادویه و داروها برای درمان و طبابت از تقدیر هست. برای همین باید برای مردم فهمان، اون خانم هم خیلی حرفی گفت که اکثر مردم شاید به این باور باشند که اون چی که خداوند بخواهد آن رو میکند، ولی اراده خداوند، خواست خداوند در مورد انسان و بنده این هست که او را اختیار داده است، او را آزاد آفریده است و برای او توانایی داده است و حق انتخاب داده است. یعنی این تقدیری خداوند در مورد انسان است و او باید بر اساس اینها کار کند و زندگی خود را بسازد. تشکر. حالا به پایان برنامه گپ آزاد میرسیم و از هر دوی شما میخوام پرسم که این مسئله راه حل دارد در جامعه تاجیک؟ محترم شیرزاد عبدالزاده مرحمت و خیلی خواهش میکنم فشرده پاسخ دهید. راه حل کاری که راه حل نداره نیست. همون آیتی که گفتم که این اعلم ما لا تعلمون، آیت 30 سوره بقره، پروردگار رد نمی کند که اینا خونریزی میکنن چی میکنن یا که به تقدیر قسمت موضوع ما باشد باوری دارن و پیشرفت نمی کنن. این نه. خداوند نقش انسان را در هستی خیلی بلند پرداخته است. مولانا میگوید که تاج کرم ناس بر فرق سرت، توقیعاتی ناک آویزی برد، جوهر است انسان و چرخ او را عرض، جمله فرع و سایند و تو غرض. تشکر. و امروز علم امروزه اثبات کرد که انسان خیلی از اون تصورات های عامیانه قرن گذشته بالاتر است. یعنی از زمین برآمد بیرون و ماه نشست. حاضر کوششی در 10 سالهای آینده فتح کردن مریخ و کلونیزاسیون ماه و اینا را دارد. میگوید چرا انسان امروز فهمیده است که این آفتابی که ما داریم 5 میلیارد سال دیگر عمر دارد. تشکر زیاد. بله استاد فهمو. بله آخر زمان میرسد اگر انسان حرکت نکنه. بله استاد تشکر زیاد. و حالا نظری داملا اسلام الدین میخوایم بفهمیم که شما چی پیشنهاد دارید؟ مرحمت. بله پیشنهاد من این است که نظری باید جامعه، نظری مردم، هم نگاه اونها با انسان، با دین، با جامعه، با علم، نه تنها با تقدیر، باید نگاهی جامعه ما امروز با این همه اینها عوض شود. یعنی در اول نظری ما باید با انسان چگونه باشد. وقتی که ما نگاهی درست نسبت انسان و اون انسانی که خداوند خلیفه در زمین تعیین کرده است، اگر نگاهی ما نسبت به اون تغییر بیابد و نگاهی مثبت باشد، حتما این مشکلات برطرف می شود و نگاه ما هم با تقدیر، با زندگی دیگر می شود و این از نگاه من خیلی مهم است. و در همینجا گپ آزاد به پایان می رسد. مهمانان ما شیرزاد عبدالزاده، پژوهشگر اکادمی علوم تاجیکستان و اسلام الدین سیدوف، روحانی و تحصیل کرده دانشگاه اسلامی بودند. بسیار سپاسگزاریم که ما را همراهی کردید. اگر میخواهید کدام موضوعی در این برنامه بررسی شود، لطفاً در شرح‌ها برای ما بنویسید. ما منتظر هستیم و من میرزا نبی خالقزاد بودم، برنامه را پیش میبردم. خدا نگهدار شما.